به شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای دلافروز. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشند اپای عزیز. امروز برای بیننده‌های برنامه خونی تاجیکستان کدام خوراک رو آماده می‌کنید؟ امروز ما اوقات ملی ماکارون پالو میکنیم. ماکارون پالوی ما با من گوشتی مرغ، گوشتی گاو. یعنی شما گفتنی هستید که امروز ماکارون پلاو آماده میکنید، یکی از خوراک‌های بسیار بالذات تاجیکی است و همین محصولات رو استفاده برده میشد. بار دیگر نمبر میکنیم برای بیننده‌های عزیز. خب های گوشت خیلی که مثال معقول میشد. ما با مثال گوشتی مرغ هم گوشتی گاو هم اینا سبزی، پیاز، روغن، بعد خیلی من پمیدور، تمات، ماکارون. دوستان عزیز، اون همون محصولاتی که عادتاً در ماکارون پلاو استفاده میبرند در پای دلافروز امروز استفاده میبرند و چون که در بالا ذکر کردند اون نفرانی که میخوان با گوشت مثلا گاو آماده کنند مرحمت، اون نفرانی که میخوان با گوشت مرغ یا که با گوشت گوسفند فرقی ندارد کدام نفری که چگونه که میخواهد. الکه اپای دلافروز شروع کردن دوستان عزیز با ریزه کردن سبزی، یعنی که شروع میکنید از ریزه کردن سبزی. بار دیگر میگویم بیننده‌های عزیز، اون نفرانی که نوکک با شبکه سفینه پیوستند خاطر رسان مینمویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا دارید و اپای دلافروز امروز آماده میکنند ماکارون پلاو رو. من با او خلل نمیرسونم و بعد از یک وقفه خیلی کوتاه ادامه مییابد برنامه ما رو ترک نکنید. خب اپای دلافروز، عموما من میدونم که خب زن تاجیک، کدبانوی تاجیک از همون دوره‌های جوانی با آماده کردن، با پخت و پز، با روبوچین کردن الکی چیکار میکنن؟ مادر، والدین میآموزند. از چند سالگی شما شروع کردید با آماده کردن خوراک‌های گوناگون تاجیکی؟ راستی گپ من دیر شروع کردگی. ممکن من با بسیارتر خوشتومنم یاد داد خوراکا. سلامت باشید. خوشتومنم یاد داد. یعنی اساسا شما رو خوشتومنم. ها. کدام خوراک‌ها رو مثلا آماده میکردید یا میکنید بغیر از مثلا ماکارون پلاو؟ بسیارتر ما با خانه با خام شوربا، آش، همین اوقات ما بسیارتر استفاده میبریم. عموما زن تاجیک باید که از عهده خب پختن خوراک‌های ملی برآمده تواند ها؟ البته. سبب در چی است که مثلا جوان دخترانی مثلا حاضره اونقدر توجه ندارند با آماده کردن خوراک‌های ملی؟ یعنی سببش شاید کمک مشکل بودن همین خوراک‌های آماده کردن خوراک‌های تاجیکی باشد؟ همه چی اول با مشکل میشد، همه چی بعد آستاسته که یاد گرفتی دیگه مشکل نمیشه. دیگه نمیشه. خیلی عالی. خب عموما آشی که امروز آماده میکنید و چند نوعی آش رو شما آماده کردن میتوانید؟ مثلا امروز ما دیدیم که شما اکنون ماکارون پلاو آماده میکنید. باز کدام نمودی آش رو شما آماده کردن میتوانید؟ بعد آش پلاوی تاجیکی همین خودمون ملی، برنج کتی. بعد ماکارون چند نمود میشد ماکارون بسیار نمود دارن. خب آشی که از ماکارون آماده میشد و آشی که از برنج آماده میشود، خب استفاده سبزی یک خیلی است یا که فرق دارد؟ مثلا در ماکارون باید کمتر علاوه کنیم سبزی رو یا اینکه در برنج زیادتر؟ چگونه است یا اینکه فرقی نداره؟ نه، فرقش هست. ماکارون با کمتر استفاده میبریم سبزی رو، یا آش با باید بسیار باشد. برای آش سر سبزی باشد با مزه میشد. خب خودتون مثلا همون خوراک‌های ملی که آماده میکنید کدامش بیشتر به شما پسند است؟ من بسیارتر آش با برنج. آش با برنج. خیلی خوب. آش با برنج معقول بسیارتر. اویلای ما بایم همین خوراک معقول. بعد ماکارون هم معقول. ماکارون پلاو هم نه. خب شما باز کدام شغل ها رو دارو هستید؟ باز از عهده کدام کارها برآمده میتوانید؟ همچون یک کدبانو، همچون یک زن تاجیک، همچون مادر؟ خیلی اکنون به فکرم همه کارهای همین خانه عهده‌اش میبرم. ما سبزی رو ریزه کرده شدیم، اکنون شروع میکنیم به ریزه کردن پیاز. خیلی خوب. چگونه باید باشد پیاز؟ زیاد باید استفاده بریم یا اینکه کمتر؟ پیاز میانه
نه زیاد و نه کم. نه کم، ها؟ نه زیاد و نه کم. خیلی عالی. خب شما در اینجا می‌بینیم که هم گوشتی مثلا گاو رو استفاده می‌برید هم گوشتی مرغ. یعنی این طور نیست میشود استفاده برده. مثلا موافق تب و ذبح کنمون کدبونو. موافقی مثال. خب از علف‌های تر و تازه و علف‌های خب شفا بخش تاجیکستان که در فصل بهار میرویند آقای دیلافروز خب کدام خوراک رو آماده میکنید برای اهل عائله برای فرزندان؟ از علف‌ها من توی علفی سامبوسای علفی بعد علف بسیار استفاده میبریم خانه با یعنی خب استعمال کردن یعنی همین علف‌ها در فصل بهار با سلامتی فایده زیاد دارد. به حد همین استعمال کردن علف من پودینه ریحان من همین چیزا علف‌های با بسیار خیلی علف‌ها است اینو به حد فایده دارد هم سلامتی مثال همش فایده است. خیلی خوب است. بله خیلی عالی. خب بعد از اون که پیاز رو پوره شما میده میکنید من فکر میکنم که قسمت دوم میگذرد خب وارد کردن محصولات ها در دیگ همین طور است. همین پیاز که شدیم بعد دیگ و علوبه مونده بعد اول از گوشت سر میکنیم. خب این قوطی هایی که ما میبینیم در اینجا خب همون خاکه های خوشبوی کننده هستن. اینجا زیره داریم، مرچ داریم. بعد قلنفوری سرخی کوفتگی. خیلی خوب. با آخر رسوندید؟ ما پیاز را شدیم اکنون دیگه علوبش میمونیم و اوقات سر میکنیم. اکنون دوستان عزیز بینید که در یک مدت کوتاه آقای دیلافروز توانستند که سبزی رو عریضه کنند پره و پیاز رو نیز میده کردند و قسمت دومی برنامه ما خب صورت میگیرد در نزد دیگ گویم خطا نمیکنیم زیرا انمون محصولات رو اکنون آقای دیلافروز واردی دیگ میکنن یک بعد از چند لحظه برمیگردیم و ادامه مییابد برنامه ما. بار دیگر میگویم که ما قرار داریم در خانه آقای دیلافروز و آماده میکنند ماکارون پلاوی که بسیار لذیذ است چون که خودشون وعده دادند. ما رو همراه باشید. اکنون ما علوبی دیگ رو موندیم، روغن رو میاندازیم. روغن رو شیرین میکنیم بعد گوشت رو میاندازیم. خیلی اون فرصت رسیده است که ما گوشت رو اندازیم خود رو سر کنیم. چقدر باید ایستد؟ گوشت رو سرخ میکنیم بعد پیاز رو میاندازیم. چون من این سوال رو میدونید برای چی دادم آقای دیلافروز؟ برای اون دادم که بعضا ما در بعضی جایها آشپزها آش رو میپزند گوشت رو بسیار مدتی کم سرخ میکنن در بعض جایها بسیار زیاد سرخ میکنن. از همین خاطر گفتم که شما چگونه میکنید؟ یعنی من سرخ میکنم گوشت 5-6 دقیقه باید سرخ شود. من گوشت رو سرخ میکنم بعد پیاز رو میاندازیم بعد سبزی رو. خیلی خوب. من فکر میکنم که خب الکی 50% کاری آقای دیلافروز به انجام رسیده است. تنها بعد از وارد کردن محصولات های لازمه بعدا از هم آخران فکر میکنم که ماکارون رو میاندازند. اما آخران ماکارون رو میاندازیم. گوشت ما پوره سرخ شد اکنون نوبت پیاز.
پیازро камтар сурх мекунем, баъд навбати сабзӣ мешавад. тақрибан 2-3 дақиқа ро дар вақт мегирад. 2-3 дақиқа. пиёзи мо сурх шуд, акнун навбати сабзӣ. Сабзиро меандозем. сабзиро сурх карда, баъд об меандозем, баъди об андохтан, баъд аввал нахудро фикр мекунам. баъд нахудро меандозем. Хеле хуб. нахудро ки андохтем, 20 дақиқа меҷӯшонем. 20 дақиқа. яъне ҳатман ин бисёр муҳим аст, бояд 20 дақиқа ҷӯшад. 20 дақиқа ҷӯшад. камтар афшураи помидорро меандозем. сабзии мо сурх шуд, акун афшураи помидорро меандозем. мекобем. ва як бори дигар боз мекобем. боз як бори дигар дегро мекобем. акнун фаро расидааст ки обро андозем. обро баъди об нахудро меандозем. акнун хокҳои хушбӯйкунанда дар инҷо гуфтед ки зира, зира, мурч барои хушкам кардан. бинандаи азиз, хуб мурч ва зираро низ илова мекунад дар пайи дилафрӯз ва макарон палав. хуб боз мекобем. не акун як 20 дақиқа меҷӯшонем. 20 дақиқа бояд ки ҷӯшад. 20 дақиқа меҷӯшонем, баъд макаронро меандозем, дам мекунем. Тамом. Хеле хуб. баъд аз оне ки 20-25 дақиқа авқоти мо ҷӯшид, акнун меандозем макаронро. хеле олӣ. яъне ки маҳсулоти охирон ва маҳсулоти асосиро ворид мекунем ба дег. ба дег. хеле хуб.
دوستان عزیز بار دیگر میگیم که محصولات رو انداختن در پای دلافروز و تخمینا 20-25 دقیقه جوشید این محصولات ها. بعدا پیش از دم انداختن باز ماکارون رو میاندازن و من فکر میکنم که بعد از یک مقداری معینی وقت پورا آماده می شود ماکارون پلاوی ما. فوی است خیلی خوب. دم میاندازیم. دم میاندازیم. یک دوامی 10-15 دقیقه دم میاندازیم خوراک ما تیار میشه. خیلی عالی. акнун мо макарон паловамонро дам меандозем муддати 10 дақиқа. акнун мегузарем ба омода кардани хӯриш барои хӯрокамон. баъд ман мехостам ки барои бонувон як намуди реза кардани пиёзро нишон диҳам.
دوستان عزیز بالاخره آماده شد مکرم پلاوی که اپای دلافروز آماده کردند و لحظه اون فرا رسیده است که چیکار میکنیم؟ با طبق میگیریم. میکشیم. من کمک میرسونم به شما. مرحمت. خب رحمت. واقعا هم دوستان عزیز این لحظه رو هر یکی شما به صبرانه انتظارید من باوری کامل دارم و خب من به شما کمک میرسونم. با دقت باشید دوستان عزیز. لحظه بسیار هم حساس و مکرم پلاو رو بینید که همین بویش همین حولی رو فرا گرفته است. بسیار یک بوی لذیذ دارد. من این خیلی کنم خوبتر می شود به فکرم. دوستان عزیز آماده شد و با طبق گرفتند اپای دلافروز. بعد از یک وقفه خیلی کوتاه سر دسترخوان می نشینیم و می چشیم از مکرون پلاوی که اپای دلافروز آماده کردن. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. اکنون دوستان عزیز نشستیم سر دسترخوان اپای عزیز و مهربانمون اپای دلافروز و آماده کردن ببینید که چگونه یک زیب و زینت خاصه دارد و میچشیم میگوییم که چگونه لذت دارد. مرحمت اپای عزیز باشید. رحمت خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید. میچشیم اکنون دوستان عزیز که میبینیم که چگونه است مزهش، چگونه لذت دارد. واقعا هم من فکر میکنم که دوستان بسیار مزه به خود خاص دارد. بسیار طبع دل آماده شده است و با اجازت اپای عزیز باز یک نوله دیگر میگیریم و شما نیز میتوانید که در خاندان آماده کنید همین خوراک رو و استعمال نمایید، چون که امروز اپای دلافروز آماده کردند و چشیدیم چگونه لذت دارد. چگونه است به فکر شما؟ عجیب است. خیلی خوب است. من فکر میکنم که اپای دلافروز رو دیده هر یکی شما زودک شروع میکنید به آماده کردن مکرون پلاو برای اهل عائله، برای فرزندان، برای خویش و تبار و نزدیکان. در آخر چی گفتنی هستید شما برای بیننده های عزیزی؟ اما در آخر گفتنی هم که همین دختران اوقاتهای ملی خودمون رو آموزند و همیشه تیار کنند و یک جایه با اهل عائله شینند و استعمال. تشکر زیاد برای شما برای آماده کردن این خوراک اپای عزیز و بیننده های عزیز. آماده کردن امروز اپای دلافروز مکرون پلاو گفتیم بسیار لذتی به خود خاص دارد و اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر دوستان عزیز. تشکر زیاد. خوش آمدید. سلامت باشید.